السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشته‌تان رنگین کمان خیلی خوشنود و سرفرازند که به شما در این فصل گلبیزی بهاری نازنین در ایامی عید زنان بانوان وا میخوریم. از این لحاظ ما تمام مادران مهربان، خواهران دلسوز، گل دختران نازنین را تبریک و تهنیت میگوییم. زیرا زنی تاجیک تا گهواره دارد، در این سیاره صد ستاره دارد. سری گهواره سینا ستاره، هنوز هم علی همواره دارد. اینک برنامه این ساعتی با به شما خانمان زیبا بخشیده می شود. بهار فصل نازنین، عروسی سال با تمام شکوه و شهامتش به دیارمان تشریف آورد. روز از روز طبیعت لباسی دلفریب را به بر بگیرد. درختان روز از روز نشأ و نما می‌یابد. میسزار را بینید چگونه جالب است. در لب جویبارها الگه هلبو و دیگر گیاه‌های شفابخش رویده است. بایچچک الگه دست به دست شده مژده بهار را به هر یک بیدار دل رساند. پیران برنادیل از آمدن بهار شکرانه میگویند، دعا میکنند که بهار خوش آید. در کوچه و خیابانها بچه ها ورق بازی میکنند. در دل و دیده ها بهار. سلام بهار، خوش آمدی. آمد بهاران، گلخا فراوان، گل دسته چیدم بخر مادر جان. من شدم کلان، هستم مکتب خوان، به کار مادر من یاری رسان. مادر جانم تو مهربانم، کنون به وصفت ترانه خوانم. به بخت مایان روزان و شبان، دایم سلامت باشی مادر جان. دامن صحرا خرمن گلها، توی وطن جان دل را گوارا. خوشه سنبول همچه کاکل، دل را فرح بخش هنیشی بلبل. لاله خواندم کاکو فراوان، ما را خوش آید کبکی غزل خوان. فصلی بهاران باران می آید، از کوه دره آبها می شارد. ایام گلها شکوفان چمن، سفتی بلبلها خوش آید به من. برای زمین سبز فراوان، زیبا و رنگین شد باغ و بستان. باران ریزه آید به زمین، چون جان سبزه گشت دلنشین. سبزه پایانداز قمر خباناست، ترنه به مشرق ناموده پرواز. آمده باران به دشت یبان، این همه باشد زیبی بهاران. بهاری مشکبو بهاری نکوی، خوش آمدی تو بهاری دلجو. عید مبارک. سالی که نکوست از بهارش فایداست. عیناً در فصل بهار عید بالای عید است. در آغازش عیدی بانوان را جشن نمودن از آن دلالت است که زن و بهار توأمند. امروز در مملکتمان بسیار کارهای بنیادکاری و آبادانی برده می شود. در همه ساحه ها مرد و زن برابر فعالیت می برند. بینندگان عزیز و ارجمند، همدیاران عالی قدر، ما حالا درباره فعالیت مرکز ملی مدنی تاجیکان شهر چرچیق به شما حکایه می نماییم. متوجه باشید. این لحظه ما به شما آیید فعالیت دیرکتوری مکتب تعلیم همگانی رقمی 25 شهر چرچیق، رئیس مرکز ملی مدنی تاجیکان شهر چرچیق آرزوگل عبدالرحمن و حکایه می کنیم. معلمه هر روز با امید آرزوها راهسوی مکتب دوست داشته‌اش را می گیرد. قریب 40 سال است که او به شاگردان درس می گوید و امروز رهبر در مکتب است. در این مکتب زیاده از 1740 نفر خوانندگان با 2 زبان تحصیل می گیرند. زیاده از 122 نفر خادم ها موجودند، از آنها 100 نفرشان آموزگاران. فرزندان همه ملت ها در همین مکتب
من می‌آموزند. امروز در این مکتب 67 محفل تشکیل کرده شده است. محفل‌های فنی، هنرمندی. من از جهت سپورت گوییم اگر من کاراته، گیمناستیک، گوشتنگری اینا هم محفل موجود هستند. بچه‌های ما باید دانش صفت‌دار گیرند. هر طرف آنها رواج یابند. معنواً انسان‌های کامل شوند. برای آنکه امروز دانش صفت‌دار گیرند و دانشگاه‌های عالی البته آنها با قوه خود داخل می‌شوند. این فرزندان آینده ماست. کسب آموزگاری شرف است ولی زحمت ها هم دارد. در این جاده مسئولیت را درست درک باید کرد. اهل جمعی آموزگاران مکتب و کارمندان دیگر وظیفه خود را در وقتش ادا می کنند. این همه تحت سرپرستی راهبر مکتب میانه تحصیلات همگانی رقم 25 معلمه عبدالرحمنова می باشد. زنی صاحب هنر، صاحب دانش، مهربان و سختگیر است او. شهر چرچیق شهر بسیار ملت است. برای آنکه در اینجا 44 محله موجود است. در 44 محله وکیلان همه ملت ها زندگی میکنند. از طرف مرکز تاجیکان شهر چرچیق من محفل تشکیل کردیم. محفل رو یعنی معلمی مهنت میبرند یک با یک جایگی. آنها این زنکای فعال با آنها یار میرسونند و دختران ما. لیکن این دختران نه فقط تاجیکانند، دختران همه ملت ها رو جلب کرده ما با آنها عرف و عادت های خود، عنعنه های خود رو برای گم نکردن، قدرت ملی یاد دادن و رو مستحکم نمودن، برای در حیات تطبیق نمودن. با آنها من به دختران همین هنرها رو یاد ایستادن. بسیارشان یاد گرفتند، با دیگران یاد ایستادن. ما هم کوشش کرده ایستادیم که البته این دختران ما در آینده با دستان ماهر خود مشهور می شوند. آموختن کسب و هنر در درجه اول است. گل دختران سیر و صناعت دوزندگی، پزندگی، همزمان آیله داری را از معلمان و فعالان محله می آموزند. همکاری با پدر و مادران هم در تربیت خوانندگان مکتب براه گذاشته شده است. برای همین دخترها گفتنی هستن، برای همین 8 مرد همین خوشرو شده، لباسای خوشرو دوخته پوشیده، همین خیلی گل بار شکفته گشته باشند در کار. همه خرسندچیلی وقتی خوش، سالمی در کار. مهنت کردن در کار. برای همه فرزندان همه نشان دادن در کار همه چیز رو. مادر فرزندش رو برگرد برای رساندن نسل تربیت کردنش در کار یکم درجه گیره. معلم مادر شدنشان در کار، تعلیم دادنشان در کاره. از خانه باشد برای مادر. همه وقت دختر تربیت کرده به مکتب روی کردنش قبول کرد گرفتنش مادر دیدنش در کار. من طی چند سال است که معلمه رئیس مرکز ملی مدنی تاجیکان شهر چرچیق را به عهده گرفته است. برگزار نمودن جشن نوروز، روز خاطره، عید زبان، تجلیل استقلال وطن، شب نشینی ها، واخوری ها با شخصان معروف به حکم عنعنه در آمده است. این همه چاره‌بینی ها در دست جمعی فعالان مرکز تحت سرپرستی معلمه برگزار می گردد. تدبیر امروزه به مناسبت عید بهار، بانوان و نوروز خجسته بخشیده شده است. از طرف مرکز تاجیکان شهر چرچیق گروه فولکلوری سوغدیان تشکیل کرده شده است. هر دویم این اعضایان گروه فولکلوری در همه تدبیرهای شهر، ولایت، حتی که در ریسپوبلیکا با دسته خودشون برآمد میکنند. نه فقط با زبان تاجیکی بلکه با زبانهای دیگر خلقها هم ملتها هم سرودها رو میخوانند و رقص میکنند. من امروز با دخترانمان هم رقصهای ملی رو ما یاد داده ایستادیم. اونها هم در همه تدبیرها فعال اشتراک کرده آمده ایستادند. با تشبث مرکز ملی مدنی تاجیکان شهر چرچیق چاره‌بینی با نام ایام بهار برگزار گردید. من بهار در آمدن، بهار آی آمدن، نوروز آی آمدن. این
bayram navqirona, bayram javoni است. در همین روز آمدگان با شکرانه هزاران میکنیم پروردگار عالم با روزای خوب شود. خلق ما اینم زیادتر تین شوند، توی تماشا بسیار شود. ما صنعتکارا فقط روز نیکه میخواهیم. بنابر همین این روز نیکه به هم مبارک شود. در گرد اطراف دسترخوان شکرانه و دوستی باشندگان شهر چرچیق، مهمانان از پایتخت از جمله شاعران، اهل هنر، صنعتکاران جمع آمدند. همه شاد و مسرور صحبت آراستند، از تبریکات و ترانه‌های دوستی و بهار بهره برداشتند، به آهنگ‌های دلنشین رقص و بازی نمودند. Bahar qutlauga bag'ishlab o'tkazilayotgan bugungi anjuman uni har bir ishtirokchisi qalbida juda katta mamnuniyat uyg'otyapti. Avvalo bu anjuman bizni O'zbekistonda yashayotgan barcha millat, elat va vakillarini ahilligini tarannum etuvchi, ularni birligini tarannum etuvchi, tinchlikni olqishlovchi bir anjuman desak bo'ladi. Endi O'zbek, tojik xalqini bugungi chehrasidagi nur, bugungi chegaralardan olib tashlangan to'siq bu qalblarga ochilgan katta yo'l desa bo'ladi. Chirchiqda bo'layotgan anjuman ham mana shuni yorqin tarannumi. در جشن بهار و دوستی احترام زن، مادر، خواهران و دختران به درجه وصف گشت که همه خرسند بودند. شعر و غزل، ترانه های ترنمگری مادران در زبان های گوناگون صدا داد. واقعا هم زن، مادر فرشته های زمینند. چقدر وصف بنماییم باز هم کم است، زیرا جنت زیری قدومی مادران است. هشتم مرد بایرامش که تبریک میکنم. هم تینچلیک خاندانشان آمد، باشگاهشان به فراغت، الیرتام تین شود و همه بایرام ها بردوام شود. من امروز همین قدر چرایلی یک بایرامنده همه مشتاقیم. این بایرام همین قدر چرایلی گذشت از رقص ها، همه کیفیت موجودی هم نقص. عید هشتم مرد کده همده عید نوروز کده تبریک میکنم. همه‌شون سخت سلامت شوند، هر روزشون نوروز شود. اکنون سال همه سال‌های بایرام‌های هشتم‌های مرد و همه‌تون به نسخونگرتون عالم تین شود. دلهم خرسند. برآمد گروهی فولکلوری مرکز با شعر و ترانه‌های رقص‌های ملی خیلی خوب بود. همه با جان و دل تماشا می‌کردند. دستورشان ملی و خلقانه بود. از احیا گشتن قدرت‌های ملی امان همه خرسند بودند. تنتنه تا در دوام کرد. به اشتراکچیان لحظه های خوش و گوارا را هدیه نمود. همه خوشبخت درباره مادر و بهار سرودها خوانده ایستادند، شعرها گفته ایستادند. برای همین زنان ازبکستان، زنان شهر چرچیق را با روز بین الخلقی زنان و دختران از تحت دل تبریک و مبارکباد می نمایم. آنها دائم ساق و سلامت باشند، در جمعیت این فعال باشند، در عائله مهربان غمخوار باشند، دائم مهر و عاقبت دار باشند. هر یک زن عمر دراز بیند، روز خوشبختی فرزند را بیند. دل یگان زن غم نبیند، چشمانش نم نبیند، از لبانشان هیچگاه تبسم دور نشود. بهار آمد، بهاری نو، هزاران شکر شکرانه. به عالم گلستانی نو، هزاران شکر شکرانه. جهان از نو جوان گشت و جهانی سینه ها روشن. بهار آمد، بهاری نو، هزاران شکر شکرانه. همدیارانی عزیز و ارجمند، بینندگانی عالی قدر، این بود برنامه این ساعتی رنگین کمان که ما ایجادکاران برای شما آماده نمودیم. در آخر برنامه فکر و درخواست و نامه های شما را منتظر در جهان نمای ازبکستان میمانیم. ولی وسم مادر، خواهران و گل دختران نازنین همیشه در ورد زبان است، زیرا
کند روشن جهان را شمس خاور. مگر مهر بود با آن برابر؟ هزاران کس جوابم داد و گفتند بله توانا بود مهری مادر. خدا حافظ.